حالا که به نظر میرسه سیاست دونالد ترامپ حل موضوع اوکراین و صلح با پوتین هست به هر طریقی که البته میشود در موردش بسیار انتقاد کرد، اکنون به نظر میرسه روس‌ها تمایل دارن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از مکانیزم دیپلماسی حل بشه. قطعا در گفتگوهایی که بین روبیو و لاوروف انجام شده در مورد این پرونده حرف زده شده. قطعا روبیو به لاوروف گفته که اسرائیلی‌ها در تدارک جدی و یک برنامه نظامی و ایجاد یک تنش نظامی بزرگ در منطقه هستن که خب البته در جست و گریخت‌ها در رسانه‌ها هم این مطرح میشه، در گفته‌های مقامات اسرائیلی و آمریکایی هم این روزها به وضوح میشنویم و آشکارتر میشنویم که در مورد احتمال حمله به ایران و بحث تأسیسات هسته‌ای حرف میزنن. بنابراین احتمالاً روبیو در یک بسته اینها به لاوروف انتقال داده، گفته که ممکن است خطر جدی باشد.